مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 شهر خوجند نام بحرالدین عاصمی را گرفت. در گشاده‌شوی لوحه خاطره‌ای نزدیکان و پیوندان بحرالدین عاصمی اشتراک نمودند. فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند چاره‌بینی را آغاز نمود. با این مناسبت اهل کارمندان، باشندگان، خویش و پیوندان و همکسبان این شخص نکونام و معتبر را صمیمانه مبارکباد میگویم. بحرالدین عاصموف سال 1917 در شهر خوجند در عائله خدمتچی به دنیا آمده است. از سال 1925 تا سال 1928 در مکتب تحصیلات ابتدایی و از سال 1928 تا سال 1930 در مکتب تحصیلات میانه ناپور تعلیم گرفته است. سالهای 1930-1933 در آموزشگاه طبی شهر تحصیل نموده صاحب دیپلم کارمندی ساحه طب گردیده است. عضو حزب کمونیستی عمومی اتفاقی بلشویکان بوده. سال 1942 به صف قوه‌های مسلح ارتش شوروی دعوت شده در محاربه ضد فاشیستی کشور اوکراین اشتراک نموده است. برای خدمت‌های شایان در میدان محاربه بر ضد فاشیستان با گرامتای فخری اردن ستاره سرخ برای شجاعتمندی و آزاد کردن شهر وین با یک چند اردن و مدال‌های دولتی سرفراز گردانیده شده است. معاون رئیس شهر خوجند با همراهی خواهر و فرزند و دیگر پیوندان ارباب علم قهرمان اتفاق سوویتی بحرالدین عاصمی لوحه خاطره‌ای را گشادند. با تشبث بحرالدین عاصموف در ناحیه شهر توس برای یتیمان صغیرخانه تشکیل کرده شد. سال 1950 موصوف مدیر شعبه معارف شهر لنین‌آباد تعیین گردیده است. از ماه آگوست سال 1951 تا سال 1954 به صفت جانشین سرور عاید به کارهای تعلیم در مکتب میانه رقم 2 بعداً در مکتب میانه رقم 5 به صفت دیرکتور ادای وظیفه نموده است. خواهر این قهرمان بزرگ تاجیک بشارت عاصموف از خاطرات برادرانش بحرالدین، زینالدین و محمد عاصمی که قهرمانانه بر ضد فاشیستان مبارزه بردند نقل نمود. Бахридин оставил сына и молодую жену, а Мухаммад только что свадьба была, всего 5 дней прошло после свадьбы, а он ушел на фронт, оставив молодую жену. Я хочу сказать, что все эти братья мои дорогие, они были артиллеристами, они воевали на Ленинградском фронте. Вы знаете, что 900 дней и ночей Ленинград был блокирован немецкими захватчиками. Братья Зайнидин и Бахридин служили в рядах советской армии на Выборгской стороне. برادران بشارت عاصمی و با خدمت‌های شایان خود هر یک از خود نامینی که باقی گذاشتند. دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر خوجند به نام زینالدین عاصمی گذاشته شده است. استاد بحرالدین عاصموف طولی چندین سالها در زینه‌های بلند راهبری ساحه معارف فعالیت نموده. بهر آبادی دیار خویش سهم باسازی خویش را گذاشتند. چنانه که مولانا جلال‌الدین بلخی فرمودند: خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و مرهم باشی، پاکیزه شو، راست بیزی، علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. فرزند بحرالدین عاصموف دوام دهنده کاری پدر، علاچی معارف جمهوری تاجیکستان، رئیس اتفاق کسبه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر خوجند، توحیدخان عاصموف از پدر خویش و کارهای نجیب او یادآور نمود و همزمان میانه‌داری خویش را به دولت و حکومت ابراز داشت. من پدر گویم به پیش نظرم شخصی معتبر، غمخوار، دلسوز، صاف دل، قهرمان می آید. پدرم بعد از جنگ همه وقت برای تربیت نسل نورس برای فرزندها دقتی مخصوص می دادم. من حاضر بسیار منتدار از همین کودکانی که در اینجا ایستادند وقتی خود را به این خنکی دریغ داشته قدر کرد ایستادن رحمت میگویم. اگرچنده که پدری من در حیات نباشدم روی اون کس با همروی ما زنده و سلامتن. برای اون که اون گفته هایی که پدرم رو من بسیار وقت
با معلمای جوان صحبت میکنیم. من نقل میکنم که معلم چه روزهای عصری انسان میگذرد، لیکن به همش باید سربلندانه طاقت کنیم. بهرالدین عاصمی قهرمان جنگ بزرگ وطنی، ارباب نمایان سیاسی، ضیایی پیشقدم تاجیک می باشد و نام او را گرفتن مکتب میانه رقمی 30 شهر خوجند اقدام نیکی حکومت است و خاطر زنده داشتن نام این قهرمان مرد. گزارش سومن حامید و نسیم رحیمов، خبر.